خوش آمدید به برنامه ما. اصلا میگفتید که خود این کشتار چگونه صورت گرفت و تا کنون چه فرضیه هایی در این رابطه وجود دارد؟ این قتل شنبه هفته گذشته ساعتهای 8-9 به وقت محلی در یکی از مناطق ثروتمند میشه گفت استانبول صورت گرفت. آقای کریمیان که به همراه یک تاجر کویتی در خودروشون در اتومبیلشون برای صرف شام محل کارشون ترک کرده بودن، خارج شده بودن و در یکی از خیابان‌های خلوت یک اتومبیل بزرگ با 2 نفر که توش بودن جلوی اینها رو گرفتن و در عرض 2-3 دقیقه اینها رو به رگبار گلوله بستن. گزارش‌های رسانه‌های ترکیه میگه که در بدن آقای کریمیان 27 گلوله خورده و در محل حادثه فوت کرده، ولی اون تاجر کویتی در بیمارستان فوت کرده. یکی از مقامات محلی ترکیه گفته که امکان داره مسائل مالی دخیل بوده باشه در این قتل. فرضیه‌های دیگری هم مطرح شده که ممکنه از طرف جمهوری اسلامی باشه، از طرف امنیت جمهوری اسلامی باشه و فرضیه‌های دیگری که معلوم نیست که از کجا نشأت گرفته. خب چرا آقای سید کریمیان تصمیم گرفت که قرارگاهش را در استانبول بگیرد و اصلا چی خطری برای ایران داشت؟ تلویزیون جم تیوی اول در لندن کار خودش را آغاز کرد و چند سال بعد دفتری در استانبول باز کرد. دلیل اصلیش هم این بود که نزدیکی به ایران بود و ارزانی نیروی کار در ترکیه و اینکه تمرکز فعالیت‌های جم تیوی روی خرید فیلم‌ها و سریال‌های ترکیه، بازگرداندن آنها، ترجمه آنها به زبان فارسی و پخش اونها در کشورهای ایران و تاجیکستان و بقیه کشورهای فارسی زبان و همچنین کشورهای عرب زبان منطقه بود. یعنی برای ایران یگان خطری داشت یا نه؟ خطرش برای ایران این بود که جم تیوی یکی از چندین تلویزیونی هست که به زبان فارسی در خارج از کشور برنامه تولید میکنن و برای ایران پخش میکنن و از اونجا که در ایران تلویزیون خصوصی ما نداریم، این است که تلویزیون‌های خارج از کشور که از روی ستلایت پخش میشن محبوبیت زیادی در ایران دارن و جم تیوی هم محبوبیت زیادی پیدا کرده بود. خب 6 سال هم دادن برای در ایران و چند ماه پیش هم آقای کریمیان و چند نفر دیگر از هنرمندان از جمله خانم گوگوش غیاباً در ایران محاکمه شدند و به زندان محکوم شدند. آقای کریمیان به 6 سال زندان محکوم شده بود که مقامات جمهوری اسلامی میگن که اینها از نظر فرهنگی میخوان نفوذ بکنن در ایران. خب تشکر میگم که فرصتی خود را برای ما جدا کردید. یادآور میشدیم که در صحبت ما قرار داشتن همکاری ما از بخش رادیوی فردا قدرت شهیدی. خوش آمدید بار دیگر. مرسی.